سلام، وقت بخیر دوستان عزیز. امیدوارم که کارتون خوب باشه. بازار توی یک نقطه‌ای قرار داره که احتمال داره که مثلا یک حرکت های دور از انتظاری درش اتفاق بیفته. ما همه انتظار داریم یک صعودی داشته باشه، مثل همین 5 موجی که میبینید. یه حرکت صعودی از $15,000 رو تا 31,700 تقریبا انجام داد. یک اصلاح داشتیم تا 24,500 و بعد یک صعودی رو داشتیم تا $74,000. در نهایت اینجا کل این موج رو بخوایم موج 3 در نظر بگیریم و یک اصلاحی رو در واقع توی بازار انتظار داریم داشته باشه و یه موج 4 و 5 بزنه که موج 4مون دیگه نهایتا $58,000 رو بخواد ببینه یا 57 مثلا 500 و بعد به سمت بالا که عدد $92,000 هست یک حرکتی بزنه. این 5 موج اگر تمام بشه، حالا این موج 5 رو ما فرضاً میگیریم 92، ممکنه اعداد بالاتری، یعنی تا $110,000 هم بره بالا، یعنی حالا کشیده تر بشه. این یک حالتی هست که برای بازار انتظار دارم رخ بده، ولی یک حالت دیگه ای ممکنه به این شکل باشه که ما 5 موج ما در واقع این موج 1 باشه، موج 2، 3، 4 و 5. توی این حالت یعنی 5 موج تمام بشه. حالا اگر بخواد این حالتی باشه، یعنی در واقع میایم کانالمون رو تغییر میدیم و این کانال در واقع شکل کانال کلن تغییر میکنه و یک حالت در واقع دیگه منتظر یک اصلاحی رو میتونیم براش منتظر یک اصلاح میتونیم باشیم که الان $58,000 باز اینجا میدلاین کانال هست و باز میتونه تا میدلاین کانال بیاد و یه حرکت صعودی انجام بده. ولی و اگر این 5 موج رو کلش و موج 1 در نظر بگیریم چه اتفاق میفته؟ اینجا اصلاحی که میخواد انجام بده چیزی حدود 61% میتونه اصلاح بده که عدد 38 رو براش میبینیم. یا کن من حالت اول انتظارم اینه که یه روند صعودی بگیره، یعنی الان در حال زدن 4 و 5 هستیم توی ویدیوی اول، توی تحلیل اول، سناریوی اول. ولی توی این سناریو چیز دیگه ای داره به ما نشون میده و میگه که آقا این میتونه 5 موجش تمام شده باشه و اینجا بخواد یک موج 2 و 3 رو بزنه. در این حالت موج 2 3 ما به این صورت هست که من این هم پاک بکنم. خب نگاه کنید، ما موج 2 3 ما مثلا این رو کلن موج 1 میگیریم، این رو موج 2 میگیریم و بعد از اون یک موج 3 که حالا بهتون میگم که چقدر میتونه حرکت کنه. یه چنین حالتی رو برای بازار میتونیم داشته باشیم. حالا این حرکت صعودی چیزی حدود، حالا در حالت میتونه، حالا 38 رو من در نظر میگم برای موج 2، یعنی میتونه تا یک چنین حرکتی رو داشته باشیم. حالا این اصلاح زیاد نیست، یک چنین حالتی رو میتونیم داشته باشیم و این تا $578,000 هم رشد کنه اگر این موج 1 باشه و 2 رو بخواد بزنه و یک چنین حرکتی رو داشته باشه که احتمالش میگم کم نیست. ولی اون حالتی که بهتون گفتم، در واقع اون حالت اولی که بهتون گفتم که یک موج 4 و 5 رو قرار بازار بزنه و اینکه این حالا اون یه توضیح دیگه در رابطه با اون حرکت هم میدم که بدونید چه اعدادی برای
حالت اول یا سناریو اول میتونه اتفاق بیفته و چه حالتهای مهم هست اصلا. یا کنید ما اگر اینو بخوایم یک موج این از کف 25,000 دلار کل اینو یه موج 3 بگیریم و اینجا یک 4 و 5 بزنه، اولین چیزی که هست نباید تو دل این کانال بیاد، اولین مورد. ولی باز تو دل کانال اومد اشکالی نداره، خب یعنی به صورت شادویی تثبیت نه. حالا چه اعدادی رو میتونه ببینه و بعد بره موج بعدیشو بزنه؟ نگاه کنید الان ما دقیقاً روی 23% فیبوناچی، اصلاح 23% فیبوناچی هستیم که این حالت خیلی واضح داره به اون نشون میده تا 38% میتونه بیاد پایین که میشه عدد تقریبا 55,000 دلار. یه ناحیه اوردر بلاکی هم 54,800 داریم. این تا این محدوده میتونه پایین بیاد و بره. نگاه کنید تا 50% هم بیاد، یعنی دقیقا نگاه کن من اینجا آلارم گذاشتم، تا 50% هم اگه بیاد همچنان من اینو 4 و 5 میبینم. یعنی امکان داره از 38% فیبوناچی بره تا 90,000 دلار حالا یا بالاتر. امکان داره از 50% که میشه عدد 48 بره تا 92 یا حالا 110. اینها رو هم میتونه ببینه. حالا اگر بخواد این انتظار رو دارم که 110 هم ببینه. این دو تا حالت هست، یعنی یا از 38% برمیگرده میره بالا یا از 50% برمیگرده میره بالا. که توی این مورد اینو بهتون بگم اگر قرار باشه موج یک ما، یعنی این کل این موج بخواد توی این محدوده تمام بشه، یک حالتی تو گذشته داشتیم که داره تکمیل کننده اون موج قبلیه. یعنی این 1 2 3 4 و حالا 5 اینجا میتونه باشه، میتونه تا 110,000 دلار هم بره بالا. یعنی ما از ابتدای در واقع آخر 2018 یا اوایل 2019 از عدد 3,000 دلار بیت کوین تا 14,000 دلار اومد بالا، یک اصلاح تا 4,000 دلار 3,800 داشتیم، یه حرکت صعودی موج 3 رو تا 70,000 69,500 و بعد از اون یک اصلاح تا 15,000 دلار 15,400 و حرکت بعدی که موج 5 هست تا 110,000 دلار هم میتونه یک حرکت صعودی داشته باشه. این 5 موج رو به نظر من میتونه بازار در واقع میتونه این یه موج 4 و 5 بزنه که موج 5 ما تمام بشه. یعنی این توی سال 2024 اتفاق میفته این موج صعودی و موج 5 تموم میشه. ولی یک حالتی تو بازار هست کل این موج رو یک بعدن باید بگیریم، یعنی کل این حرکت میشه موج 1 و یه موج 2 رو باید بزنه. حالا موج 2 کجا رو میخواد ببینه؟ این خیلی مهم هست. حالا من اینو بهتون بگم. اگر این حالتی که 4 و 5 و من انتظار دارم این شکلی باشه، یعنی نهایتا بیاد تا 58 54 حالا پرش 55 یا بخواد نهایتا 50% اصلاح بده بخواد بشه 48. یعنی اگر هر اتفاق حالا جنگ بخواد یه اتفاق این شکلی بیفته، یعنی همچنان میتونیم بگیم 4 و 5 رو میتونه بزنه. این اگه اتفاق بیفته کل این موج تازه میشه موج 1 و یک موج 2 اصلاحی باید داشته باشیم. حالا موج 2 اصلاحی تا کجا میتونه بیاد؟ نگاه کنید تا 61% میتونه اصلاح بده یا نهایتا 78% اصلاح بده که میشه عدد 24,600 رو
میتونه ببینه. و اینم بگم توی این حالت خب موج 2 تا موج 1 قبلی، چون این حالا 5 موجی شده، تا موج 1 قبلی هم میتونه بیاد پایین و تا زمانی که نفوذ نکنه، حالا میگم اصلا کلا این سعودیه، ولی یه چنین حالتی میتونه اتفاق بیفته که بخواد تا این سر این ناحیه هم بیاد پایین. حالا این اصلا صحبتش مال الان نیست، باید بره ببینیم این 4 و 5 یا نه 1 و 2. خب که من بیشتر با این حالت موافق هستم، یعنی فعلا در کوتاه مدت یه موج 4 و 5 داشته باشیم، یعنی از عدد تقریبا 54 نهایتا 48 49 یه برگشتی به سمت بالا تا 110 داشته باشیم و بعد از اون یک اصلاحی رو داشته باشیم تا در واقع اصلاحی رو بعدش که حالا موج 1 کلا 5 موج اون بزرگتر تمام میشه و موج 1 رو کامل میکنه. یه موج 2 بزرگ داریم که حالا میگم الان زوده که بخوایم در مورد صحبت کنیم، حالا نوایی که هست به نظرم از 61% میتونه برگشتی رو به سمت بالا داشته باشه. و نکته‌ای که داره، اگر بخواد یک حرکت صعودی رو انجام بده، برای حرکت بعدیش چه عددی رو میتونه ببینه؟ اینجاست که میتونه بیت کوین حالا اعداد خیلی بزرگتری رو ببینه، یعنی اعدادی رو ببینه که یه مقدار برای اینجاست که مثلا حالا صحبت از چه میدونم 1,700 و اینها میشه دیگه، اصلا اون دیگه معنی نداره. یعنی اعداد به نظر من خیلی خیلی بزرگتر میتونن باشن. میتونه یه چیز جالبی هم اینجا دارم میبینم، یه کانالی هم هست خیلی جالبه این. آره اینو که کشیده بودم دوستان، اینو من داشتم. این کانال هم میتونه، اینم داریم که در واقع به عمق این کانال، آره یا کنید اگر کانال رو میکشم، داستان اینه که تو دل کانال در واقع حالا من اینو به این حالت انتظار دارم یه چی حالتی باشه و یه موج 4 و 5 داشته باشیم. حالا برای چی این کانال رو من برای چی میکشم بهتون میگم. این از اینو که اگر حالا این کانال رو ما داشته باشیم، البته من اینو توی تایم های بالاتری نمودارشو دارم و میگم یک بخواد حالا به عمق این کانال بخواد پرتاب بشه به سمت بالا، چون ما یک کانال در واقع یک کانال دیگه هم داریم، حالا اعداد پایین تری رو من چون از کف این موج سعودی باید در نظر بگیریم این کانال رو، به این حالت میتونه باشه. آره این درسته، یعنی بشه 1 2 3 4 5 و بعد از اون احتمال داره یه دور دیگه بیاد میدلاین کانال و بعد حرکت صعودی بعدی. واقعا یک حرکت پرقدرتی هست. به علاوه اصلا نگاه کنید 2 تا تارگت داره میده، واقعا نمیدونم، یعنی میگن بی نهایت، بعضی اوقات میگم بی نهایت، خیلی حرف. حالا نگاه کنید این یک، یعنی این راندینگ رو ما داریم تارگتش 3,300,000 دلار هست. یک تارگت این کانال رو داریم که عدد 7 میلیون دلار رو داره نشون میده، یعنی پول سرازیر میشه سمت ارزهای دیجیتالی. یک اتفاق عجیب غریبی رو به نظر من برای ارزهای دیجیتالی رقم زده میشه. حالا اینجا یک حالت اینجا نگاه کنید، من انتظار دارم حالا توی تایم های پایین
یه کانالی رو داریم ما و یه ناحیه عرضه هست در محدود 5.35، یعنی نهایتا بیاد تا 5.35 بالا بیاد و بعدش یک اصلاحی رو داشته باشه بره تا محدوده تا عدد 3 تقریبا 20 هم بره پایین. نگاه کنید توی این حالت یک چنین حرکتی رو به نظرم تا اینجا میتونه بزنه، بعدش یک کوچولو بالا بره، یا اینکه نه چون موج 5 هست خیلی فشار فروش میتونه در واقع ریزش دامیننس تتر خیلی میتونه قدرت داشته باشه. این حالت با همین 4 و 5 اوکیه، یعنی از اینجا تا اینجا که بخواد بره بالا بیت کوین رو تا 54 و 855 میتونه بیاره پایین و بعد که بخواد این حرکت رو بزنه بیت کوین تا $110,000 میتونه به سمت بالا حرکت کنه. این به نظر من این درستشه. ولی خب اگر این ناحیه اوردر بلاک از دست این ناحیه عرضه از دست بره، سقف کانال شکسته بشه، میتونه تا محدوده بعد که عدد 6.70 هست بالا بره. یعنی اون گزینه دوم که بهتون گفتم تا $38,000 میاد، بیشتر من دارم دامیننس تتر رو بررسی میکنم تا بیام دامیننس تتر رو بررسی میکنم تا بیام مثلا بیت کوین رو بررسی کنم، چون بیت کوین یه شادوهای عجیب غریبی میزنه ولی دامیننس تتر منطقی تر رفتار میکنه. اینو نگاه کنید، من الان 40 روز 45 روز بیشتر نزدیک 2 ماهه دارم هشدار میدم این برخوردی که به این ناحیه داشته باشیم در تایم فریم هفتگی عدد 3.80 یه برگشت به سمت بالا میده. اینجا نگاه کنید روی اومده یک سر و شونه توی مکدی داده. حالا من مکدی رو اصلا این نیست که باش بخوام تریدی انجام بدم، تاییدیه مچوماری من دارم باش انجام میدم. حالا الگو هم روش دیده میشه. نگاه کنید دقیقاً اومد شونه دومش رو اینجا ساخت که اینجا چندین بار اومدم گفتم که دوستان این حرکت سعودی رو داره انجام میده که حالتی که من براش در واقع انتظار داشتم یه ABC این شکلی بزنه، اینجا موج یه A مون B و اینم موج C. حالا خود همین موج C 5 موجی داره میشه. این موج C ما این 1 از C، 2 از C، 3 از C و 4 و 5 از C. یعنی این احتمال داره که به این شکل باشه و اگر قرار باشه این ناحیه رو از دست بده به چه صورتی میشه؟ اینو دیگه ما میتونیم یک 5 موجی به سمت بالا ببینیمش، یعنی بیاد در واقع این شکلی باشه، موج 1 رو بزنه، 2 رو بزنه، 3 رو بزنه و 4 و 5 رو بزنه که مثلا کل این بشه موج A و یه B داشته باشیم و یه موج C که تا 6.70 بره بالا. این احتمال داره به این صورت هم بشه، ولی فعلا مهمترین مسئله که هست اینه که این ناحیه رو از دست نده، سقف کانال رو از دست نده. نگاه کنید چند تا برخورد داره اتفاق میفته: خط روند نزولی، سقف کانال، ناحیه اوردر بلاکی، ناحیه عرضه مهم. اینها اگر بخواد عبور کنه به راحتی تا 6.70 میتونه بره بالا، یعنی جایی که اونو میتونه متوقف کنه. البته 6.20 رو ما داریم، این محدوده هم عدد 6 تا 6.20 هم داریم، ولی مهمترینشون 6.70. به این خاطره که دارم میگم اگر اینو از دست داد، یعنی برای اون انتظار دارم موج 2 و 3 و 4 و 5 رو بزنه، یعنی موج 1 کلن اون یه 2 میزنه تا $38,000. یعنی اگه قرار باشه 6.70 رو ببینه بیت کوین $38,000 رو میبینه و بعد از اون یک حرکت سعودی خیلی پرقدرتی رو انجام میده و اعداد بالاتری هم میتونه
ببینه. امیدوارم که این ویدیو، این تحلیل بتونه یک سود خیلی خوبی رو بتون بده و اینکه واقعا میگم توی این بازاری که خیلی گیج کننده است چنین تحلیلی نیاز بود و من بیشتر وایس میدم. حالا اینجا حس کردم که باید این تحلیل رو بدم. براتون آرزوی سلامتی و موفقیت میکنم. پیروز و موفق باشید.